تا حالا شده که وارد یه محیطی واسه کار بشی ولی ندونی که کارتو بعد از کجا شروع بکنی؟ توی این ویدیو میخوام بهت یه راه حل واسه حل این مشکل بدم. وقتی که وارد یه محدوده بزرگی میشین و نمیدونین که کاوش رو از کجا شروع بکنین، باید از یه ردیاب استاندارد و شرکتی استفاده بکنین. ردیاب‌ها انواع مختلفی دارن. بعضیاشون با ارسال دریافت فرکانس کار میکنن، بعضیاشون هم با سنس کردن یون‌های موجود داخل محیط میان و کار ردیابی رو براتون انجام میدن و شما رو به محدوده هدفتون نزدیک‌تر میکنن. یکی از موفق‌ترین ردیاب‌های جهانی ردیاب الکترواسکوپ 301 محصول شرکت الکترواسکوپرز آمریکا. بریم برای معرفی این ردیاب. این ردیاب الکترواسکوپ 301 مدل آنالوگش هست. سویچ‌های روشن خاموش دستگاه هستن. این دکمه چک کردن باتری دستگاهه. 3 تا مود اینجا داره. مود AB که برای کاوش‌های مثلثی استفاده میشه، سیلور مود و گلد مود که برای انتخاب طلا و نقره است، های سنس و لو سنس که برای تنظیم میزان حساسیت دستگاهه. اینا هم ولوم‌های تنظیم حساسیت کاوش مثلثی و تنظیم حساسیت دستگاه هستن که شما میتونید با چرخوندن این ولوما حساسیت و قدرت دستگاهتون رو با توجه به هدفی که دارین تنظیم بکنید. اینم بوستره که برای تقویت امواج این ردیاب استفاده میشه. این ردیاب 3 تا آنتن داره که یکیش فرستنده و 2 تاش گیرنده است و شما میتونید اندازه این آنتنا رو کم و زیاد بکنید. و در نهایت دکمه بالانس دستگاه. شما با این ردیاب میتونید تا فاصله 1000 متر و عمق 6 متر رو کاوش انجام بدید. دوستانی که دنبال سیستم‌های اورجینال و شرکتی می‌گردن میتونن با شرکت ما ارتباط بگیرن، ثبت سفارششون رو انجام بدن و سیستم‌های ما رو به ضمانت اصلی و اورجینال در سراسر کشور تحویل بگیرن.